نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه زاریات را میخوانیم. سوره مبارکه قاف تمام شد، همانطوری که مشاهده فرمودید و مطالب را دیدید. از اول تا آخر در این سوره بحث قیامت بود. در این سوره هم بحث قیامت است، اما با تعبیر دیگر. در سوره قاف بود کذالک الخروج، اما در سوره زاریات هست خداوند به چند چیز سوگند یاد می کند و بعد می فرماید انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. اون چه که وعده داده می شوید از سوی رب این صادق است و جزا و روز جزا واقع میشه. لذا الله عز و جل می فرماید که در این سوره فراتر از اون که روز جزا واقع میشه، برای اثبات جزا و برای اثبات قیامت الله عز و جل در این سوره یک شاهد ذکر می فرماید که شاهد از بادها هست و یک نمونه برای حشر بیان می فرماید و دو تا دلیل عقلی برای اثبات قیامت بیان می فرماید و همچنین 5 نمونه از اقوام گذشته که قبول نکردند و عذاب خدا بر اونها آمد. سوره مختصر است، اما خداوند از 5 قوم ذکر می کند که ما می خوانیم. ابتداء الله تعالی سوگند یاد می کند به بادها و الذاریات ذروا. البته در تفسیر اینها اختلاف است. بعضی میگن 4 نوع باد هستند، بعضی میگن یک بادی هست اما احوال مختلف داره. باد مثلا گاهی چیکار میکنه؟ همون یک باد است که ابرها را اول گرد و غبار به راه میندازه و شدید میشه، بعدا ابرهای سنگین را چیکار میکنن؟ میارد کناره، هم بعدا آرام آرام میوزد تا ابر خوب بارانش را خالی بکند. بعد از اینکه تخلیه شد دوباره تند میشه و تمام ابرها را چی میکند؟ متفرق میکند. لذا گفتن این یک باده. بعضی گفتن نه، چند باد هستند. و الذاریات ذروا، سوگند به اون بادهایی که پراکنده میکنند غبارها را. و الذاریات یعنی پراکنده کنندگان، پراکنده کردن، پراکنده میکنه غبارها را پراکنده کردنی. فالحاملات وقرا، پس سوگند به اون بادهایی که اونها حمل کننده بارها هستند، یعنی ابرهای پربار، ابرهای پر از باران را باد است که حمل میکند، از شرق به غرب میارد، از شمال به جنوب میارد. فالجاریات یسرا، سوگند به اون بادهایی که آهسته آهسته با نرمی و با آسانی چی هستند؟ جاری هستند. فالمقسمات امرا، قسم به اون بادهایی که تقسیم کننده هستند، سوگند به اون بادهایی که تقسیم کننده هستند.
امر الهی را. یعنی خدا مثلا میگه که این منطقه را باران بده، اون منطقه را بده، اینا امر خدا را چی میکنه؟ همونطور تقسیم میکنن. پس بر اساس این تفسیر اینا بادها شدند. یک تفسیر دیگه میگه اینا تمام اقسام ملائکه هستند، ملائکه که این ماموریت ها را انجام میدن، ماموریت باد و پراکندگی و ابر و باران را دارند. بعضی میگن نه، سوگند به چیزهای مختلف. مثلا دو تا اولی والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، خداوند شاهد قرار داده و سوگند خورده به بادهایی که همه چیز را پراکنده میکنند و ابرهای سنگین را چی میکنند؟ بار میکنند. بعد فالجاریات یسرا گفتن سوگند به اون کشتی هایی که آرام آرام بر دل دریا سوارند و جاری هستند. فالمقسمات امر، بعض اینها فرشته ها هستند، قسم به اون فرشته هایی که امر خدا را و دستور خدا را اجرا میکنند و تقسیم میکنند. علی ای حال، چه خداوند باد را شاهد گرفته، چه کشتی را، چه فرشته را، جواب قسم اینه: انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع. الله می فرماید آنچه که شما وعده داده می شوید برای روز قیامت، اون وعده صادق است، اون راست است. و ان الدین لواقع، و همانا روز جزا واقع میشه. روز جزا انسان بد به جزای بد میرسد، انسان خوب به جزای خوب میرسد. والسماء ذات الحبک، سوگند به آسمان که ذات الحبک است. حبک جمع حبیکه است. بعضی گفتن حبیکه به معنای راهها، راههایی که راههای ستاره ها و سیاره ها هستند تو آسمان ها. و بعضی گفتن مراد ذکر راه است ولی مراد خود اون ستاره ها هستند. الله عزوجل به ستاره ها سوگند خورده و اونها را شاهد قرار داده که آسمانی که دارای راه ها و زینت است. قسم به آسمانی که دارای چی است؟ راه ها و زیبایی هست. انکم لفی قول مختلف، ای مشرکان شما درباره قیامت قول مختلفی دارید. مشرکین من قبلا خدمت شما عرض کردم بر یک عقیده و دیدگاه نبودن، مختلف بودند. بعضی ها اصلا قیامت را قبول نداشتند، بعضی ها شک داشتند. فمنهم شک و منهم جاحد، بعضی شک داشتند، بعضی انکار داشتند. لذا شما درباره قیامت یک مذهب و یک دیدگاه ندارید. یؤفک عنه من افک، از قیامت برگردانده میشه، منحرف میشه هر اون انسانی که منحرف بشه، یعنی انحراف در ازلش باشه، در تقدیرش باشه. اون انسان بدبخت از قیامت منحرف میشه، یعنی عقیده پیدا نمیکنه. حال الله عزوجل میفرماید قتل الخراصون. قتل ابن الانباری گفته هر وقتی که در قرآن میاد خداوند میفرماید قتل به معنی لعنت است. از نظر ما قتل یعنی مرگ بر او، بمیرد او، کشته بشه. اما قتل یعنی لعنت بر خراصون. خراصون چه کسانی هستند؟ خراصون اینجا به معنی مرادی است کذابون، دروغگویان. اما معنی لفظی خراص چی را میگن؟ خراص کسی که تخمین میزند، تخمینش همینطور زیاد درست نیست. اینا درباره قیامت از روی عقل خودشون تخمین میزنند. اصل خراص اون میگن بعضی مردم هستن که خرماها را که روی خرما هستن، روی نخل هستن میفروشن. بعضی میگن که خب این خرماها را شما چند من تخمین میزنه؟ میگه 40 من میشند. خراص همینه که نگاه میکنه یک تخمین میزنه، تخمینش گاهی درست گاهی غلطه. اما اینجا مراد اینا تخمین زنندگانی که تخمیناشون غلطه، یعنی دروغگویان. درباره قیامت اینا همینطور از عقل خودشون کار میگیرند، از الله باور ندارند. الله میفرماید قتل الخراصون، مرگ بر تخمین زنندگان یا لعنت بر تخمین زنندگان و تکذیب کنندگان.
الذین هم فی غمرة ساهون، آن تخمین زنندگانی که در جهالت خودشان غافل هستند و باز مسخره میکنند در نسبت به قیامت. میگویند یسألون ایان یوم الدین، استهزاءً مسخره میکنند، میگویند کی روز قیامت است. الله در جواب میفرماید یوم هم علی النار یفتنون. جواب ترکی به ترکی نه، مسخره میکنی جوابت با مسخره داده میشه. اون میگه قیامت کی هست؟ الله میگه روزی که بر قیامت تو را من میسوزانم، روزی که کبابت میکنم. یوم هم علی النار یفتنون، روزی که آنها بر آتش گداخته میشوند، بر آتش سوزانده میشوند. ذوقوا فتنتکم، به آنان گفته میشه بچشید جزای فتنه تون را، جزای فسادتون را بچشید، اینجا بسوزید. هذا الذی کنتم به تستعجلون، این اون قیامتی هست، این اون آتشی هست و عذابی هست که شما نسبت به این عجله داشتید. میگفتی کی عذاب میاد؟ عجله داشتی، الان بچشش، ببینش، تحملش کن. لذا اون روز قیامت می آید که تو را روی آتش جهنم ذوب میکنند و میسوزانند. اما متقین، سبحان الله، الله عزوجل هر جا متقین را، بندگان مخلص خودش را یاد میکند. الله میفرماید ان المتقین فی جنات و عیون، همانا انسانهای متقی در باغات هستند و در چشمزارها هستند. آخذین ما آتاهم ربهم، آنها دریافت میکنند، میگیرند آنچه که رب به اونها میده، عطای ربشون را دریافت میکنند. این متقین اوصافشون در دنیا بیان میشه. ببینی این اوصاف را من و تو داریم یا نداریم؟ اگر نداریم تجدید نظر کنیم. الله دو چیز از بندش انتظار داره، به تعبیر حضرت شیخ رحمه الله، یک التعظیم لامر الله، دو الشفقت علی الخلق. الله میخواد که ما در دنیا نسبت به دستور خدا تعظیم داشته باشیم. هر چی دستور میده تعظیم، چشم انجام میدم، به نحو احسن انجام بده. نماز ازت میخواد انجام بده، روزه ازت میخواد، حج ازت میخواد، زکات، هر چی که رب از تو میخواد تعظیم کن، فرمان ببر. این اولین صفت متقی هست. دومی الشفقت علی الخلق، تنها حقوق الله نیست، حقوق العباد هم هست. نسبت به خلق الله شفقت داشته باش، مهربان باش، انسان باش، اخلاق داشته باش، حقوق همه را ادا کن. حق پدر و مادر، حق خویشاوند، حق همسایه، حق همسفر، حق یتیم، حق فقیر، مستمند، اونی که تو شهرت گرسنه است. لذا این دو چیز را انسان داشته باشد، هم نسبت به الله و هم نسبت به بندگان الله. ببینید اولین الله می فرماید آخذین ما آتاهم ربهم، متقیان دریافت می کنند، می گیرند آنچه که رب به اونها می دهد، یعنی ثواب و بهشت و نعمت و لذت و هر چی که رب بهشون می دهد. اینها کارشون چی بود؟ انهم كانوا قبل ذلك محسنین، همانا اینها قبل از این در دنیا مخلص بودند. این اولین صفت متقی، در دنیا جز مخلصین بودند. بعضی میگن محسنین یعنی نیکوکاران، کارهای نیک میکردن، همه مخلصه. چی کارهایی میکردن؟ اولی التعظیم لامر الله، همیشه در مقابل ربشان کرنش داشتند، در مقابل رب تعظیم و سجده و عبادت و نیایش داشتند. الله می فرماید کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، بودن اینها اندک از شب می خوابیدند، آنچه که می خوابیدند اندک بود، بخش اکثر شب را نمی خوابیدند. اما نه اینکه با مجالس گناه و معصیت سپری می کردند، اکثر شب نمی خوابیدند. چه کار می کردند؟ فیلم نگاه می کردند، العیاذ بالله، کار دیگه می کردند.
الله می فرماید و بالاسحار هم یستغفرون، در وقت سحر در دل شب از رب مغفرت می طلبیدند. چه زیباست، واقعا صحنه زیبایی است که انسان در نیمه شب، اون وقتی که همه خوابند، همه در عالم دیگه هستند، این انسان توی خانه تنها برای رب قیام می کند، برای رب سجده می کند و در محضر رب نیایش می کند، از گناهانش پشیمان، اشک می ریزه و استغفار می کند. الله می فرماید و بالاسحار هم یستغفرون، این انسانهای متقی در وقت شب، در دل شب اونها از رب مغفرت می طلبند. این اولین بود. چی؟ التعظیم لامر الله. دوم الشفقت علی الخلق، از اینجا شروع میشه. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. متقین کسانی هستند که در اموال اونها حقی هست، سهمی هست. مالش فقط برای زن و بچه نیست، مال فقط برای خانواده خودش نیست، برای عرض کنم که طعام و خوراک خودش نیست، برای مصرف خود و خانواده نیست، بلکه دیگران را هم سهیم می‌دارند. معتقدند تو این مال دیگران هم شریکند، حقی دارند. حقی برای چی کسی قائل است؟ للسائل والمحروم. اونی که سائل است، اونی که میاد به در میزنه میگه من گرسنه‌ام، اونی که میگه من دوا میخوام، پول میخوام، سائل اونی که کنار ماشینت میاد به او هم بده. دوم محروم اونی که روش نمیشه، حیا داره، او نمیاد بدرت، وظیفه توه، برو پیداش کن. کجا هست این نوع انسان ها؟ تحقیق بکن تو محله ها، بررسی بکن، ببین کجا هستند. اینها را پیدا کنید و به اینها رسیدگی بکن. من میشناسم همینجا خیری را که این خیر خیلی سرمایدار نیست، یک مغازه‌ای داره، زندگیش را اداره میکنه، ولی هر شب جمعه مقدار زیاد خوراکی میگیره تا جایی که توانش است. حداقل 20 خانواده، برای 20 خانواده از امامان شهر میپرسه تو این محل فقیر کیه، تو این محل بینوا کیه. تحقیق میکنه، هر شب جمعه یک مرغ با تعدادی دیگه خوراکی میبره خونهشو میرسونه. بعضی انسان که الله عزوجل این فراست را، این فهم را بهشون بده، اونا اعتقاد دارن که این خدا به من داده، دیگران هم با من شریکند. انسان وقتی که این باشه، این که بمیره عیش میکنه، این که بمیره الله میگه تو با مخلوقات من، نسبت به مخلوقات من اینقدر ترحم داشتی، اینقدر لطف داشتی، من به تو ترحم داشته نباشم؟ سبحان الله، الله به او چی میده؟ لذا الله متقین را تعریف می فرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. در مالهایشان حق است برای هر سائل و هر محروم، هر کسی که سوال می کند و هر کسی که سوال نمی کند ولی اون محروم است. اینها را بی خاطر محروم میگن. سائل خودش را آخر به جای میرساند، شکمش را سیر میکند، اما اونی که حیا دارد، بیوه‌زن است، چند تا یتیم دارد، نمیدونه چی کار بکنه، اون محروم میمانه. اون در روز عید بچهش لباس نداره، در شب عید بچهش سیر نمیشه. لذا اون را باید وظیفه کسانی که رب بهشون داده، باید اون را پیدا بکنند و بهش رسیدگی بکنند. و فی الارض آیات للموقنین، دلیل دیگر برای ثبوت قیامت. الله می فرماید در زمین آیات است، نشانات است، اما برای یقین کنندگان. از زمین و از اون چه که روی این زمین است میتونند دلیل بگیرند، اثبات بکنند، هم توحید را هم قیامت را. و فی انفسکم، در درون خودت را مطالعه بکن. گاهی
ما که زیاد در رابطه با وجود انسان و درون خودمون اطلاعات نداریم، پزشکان بیشتر میدونند، ولی خدای عزوجل اونطور که همینقدر همه ما میدانیم که چنان سیستم منظمی در درون بدن انسان آفریده که انسان غذایی که میخورد این غذا از معده هضم میشه، این غذا چطور تقسیم بندی میشه، یک قسمتش تبدیل به خون میشه، یک قسمتش تبدیل به فضلات میشه، یک قسمتش تبدیل به چربی میشه. این را هر قسمتی یک قسمت خون را پمپاژ میکند، یک قسمتی تصفیهش میکنه، میفرسته به تمام بدن تزریق میشه. این دستگاه ها که اینطور منظم کار میکنند، اینا خود به خود به وجود آمدند. و فی انفسکم، در نفس شما، در درون شما الله میفرماید چه آیاتی هست، چه دلایل و نشاناتی هست. افلا تبصرون، شما آیا چشمتون را باز نمی کنید؟ شما اینها را نمی بینید؟ شما اینها را مطالعه نمی کنید؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون، الله می فرماید در این آسمان رزق شماست، اون چه که سبب رزق شما میشه. این باران را از اونجا الله میفرسته، تمام اهل زمین شکمشون سیره. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، آنچه که شما وعده داده میشوید. بعد از این همه دلایل را الله ذکر میفرماید، این همه نمونه ها را ذکر میفرماید. اینا نمونه های قدرت هستند. وقتی که قدرت خدا ثابت شد در زمین، در آسمان، در وجود، همه جا، پس قدرت خدا در زنده کردن مرده ها هم ثابت میشه. لذا الله سوگند یاد میکنه، فورب السماء والارض، سوگند به رب آسمان و زمین، سوگند به ربی که آسمان و زمین را مدبر و متصرف است. انه لحق، همانا این حشر و نشر حق است. این حشر و نشر چیه؟ حق است، یعنی این واقع میشه، اتفاق میفته. مثل ما انکم تنطقون، مثل اینکه شما سخن میگویید. یعنی گاهی شما که سخن بگویید هیچ شک ندارید که این سخن مال شماست. کسی دیگه رفیق ما صحبت بکنه، ما مشکوکیم که این احمد صحبت میکنه یا محموده. گاهی انسان مشکوک میشه، اما خود من که صحبت بکنم میدونم این منم دارم صحبت میکنم. همونطور که شما شک ندارید در سخن خودتون، الله میفرماید علی هذا القیاس، به همین صورت هیچ شکی نیست در اینکه قیامت چی میشه؟ برپا میشه. اما کسانی که نپذیرند، کسانی که تسلیم نشن، کسانی که قبول نکنند، این انسان ها برایشون بدبختیه، برایشون هلاکته. 5 نمونه الله بیان میفرماید. 5 قوم را از اینجا شروع میشه، 5 قوم که اینها قبول نکردند. قبول که نکردند، الله عزوجل عذاب آورد. هم توحید را قبول نکردند، هم قیامت را قبول نکردند. اولین قوم لوط است. اما مهمانانی که بناس برای لوط بیاد، ابتدا پیش کی میرند؟ پیش ابراهیم علیه السلام میرند. داستانشون در سوره های دیگر مفصل است، اینجا مختصره. الله می فرماید هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا پیش شما خبر آمد، خبر سخن مهمانان ابراهیم، مهمانان معزز؟ این مهمانان چی بودند؟ از چه جنسی بودند؟ فرشته بودند، اما به شکل انسان پیش ابراهیم علیه و علی نبینا افضل الصلوات و التسلیمات آمدند. وقتی که پیش ابراهیم آمدند، اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، زمانی که بر ابراهیم داخل شدند آنها گفتند سلاما، سلاما ای سلمنا سلاما، از سوی ما سلام به تو ابراهیم. قال سلام، ابراهیم هم گفت سلام، جواب سلامشون را داد، اما زیر زبان گفت یا به دل گفت قوم منکرون، قوم ناشنایی هستند. اینا کیان که ما نمیشناسیم؟
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین. ابراهیم رفت، فراغ ذهب، رفت به سوی اهلش، به سوی خانواده. فجاء بعجل سمین، گوساله چاق و فربه آورد. مفسرین نوشتن تمام سرمایه ابراهیم همین گوساله بود، چیز دیگر نداشت. این سخاوت پیغمبر. ما خودمون را ببینیم، سخاوت ما را. بالخصوص ما ایرانی ها خیلی تعارف و تکلفمون زیاده، سخاوت نداریم. مهمان میاد هی تعارف میکنیم، چای بیارم، غذا بیارم، از بس میگه نه نمیخواد، نیار. این جزء آداب نیست. ادب ضیافت اینه هر چی داری بیار، هیچ سوال نکن، بیار جلوی مهمان. میخواد بخوره میخوره، نخوره اکرامش شد دیگه، بهش احترام گذاشتی. لذا ابراهیم علیه السلام سوال نکرد. نشون میده اخلاق کریمانه و سخاوت و جود انبیا را که از نظر اخلاقی به چه جایگاه. این مهمانی که اصلا نمیشناسه، تمام سرمایش که یک گوساله هست اون رو میره فوراً ذبح میکنه، سری کبابش میکنه، میاره جلویشون میگذاره. فکر میکنه اینها مهمانان راه دوری آمدن، گرسنه و تشنه و چیزی نخوردند. از این داستان ها ما میتونیم خیلی استنباطات خوبی هم داشته باشیم. از اینجا معلوم میشه که ابراهیم خلیل پیغمبر خدا با اون عظمت و جایگاه علم غیب ندارد. من میگم پیر من غیب دارد، اون میگه امام من غیب دارد. پیغمبر خدا غیب نداره، فرشته روبروش هست. فکر میکنه نه انسان نمیدونه فرشتن، نه نیاز به خوردن داره، نه نیاز به نوشیدن داره، میره این همه خودش را زحمت میده. پس وقتی که پیغمبران علم غیب ندارن، بقیه کی هستن که علم غیب داشته باشن؟ لذا الله میفرماید فجاء بعجل سمین. این را هم خدمت شما عرض کنم که نه پیغمبر علم غیب داره، نه فرشته علم غیب داره، ملائکه هم علم غیب ندارند. اینا اینقدر نمیدونن پشت دیوار ابراهیم رفته گوساله کشته، بگه ابراهیم نکن خودت را زحمت نده. همینقدر علم نداشتند. علم غیب را فقط الله داره، بغیر از الله کسی نداره. پس نه نبی مرسل و نه ملک مقرب، یا نه نبی مقرب و ملک مرسل، هیچ کسی غیب نداره. دیگه کی میتونه داشته باشه؟ و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، بغیر از الله هیچ کس نداره. لذا الله میفرماید که فقربه الیهم، نزدیک کرد به سوی اونها. سینی بود، دیس بود، مجمع بود، هر چی بود، گوشت پر از گوشت کباب شده. بفرمایید. دید اینا نگاه میکنند، فرشتگان چی نمیدونستن یعنی چه، اصلا اونا خوردن بلد نیستند. خوردن یعنی چه، نیاز ندارند. قال الا تأکلون، شما نمیخورید؟ الان احساس خطر کرد، مبادا اینها به من آسیبی برسانند، اینا که نمیخورند. فاوجس منهم خیفه، در دل احساس کرد از اونها خوف را. وجس میگن در دل احساس کردن. انسان وقتی که تو دلش بترسه چهرهش مقدار متغیر میشه. چرا نمیخورید؟ چی شده مگه؟ قالوا لا تخف، فرشتگان گفتن نترس. و بشروه بغلام علیم، الله میفرماید او را مژده دادند به غلام، به بچه، پسر بچه دانا. علیم، پسر بچه دانا خدا بهت میده. ما را فرستاده تو را خوشخبری بدیم، ما فرشته هستیم. که اسحاق علیه السلام باشد. ابراهیم پیغمبر خدا. سبحان الله. الله به وسیله این آنچه که در این دنیا اتفاق افتاده
فقط و فقط از اینها چی را ثابت میکنه؟ بی‌نیاز ذات الله هست. پیغمبر خدا 100 سال عمرش رسیده هنوز بچه نداره، تمنا میکنه خدایا به من بچه بده، دعا میکنه، حضرت ابراهیم دعا میکنه، حضرت زکریا دعا میکنه. اینها کارخانه بچه و خزانه بچه هم دست اینها نیستند، همه چیز دست الله است. الان دیگه ابراهیم دعای اجابت شده، بچه دانا. از اشاره آیات معلوم میشه که همسر ابراهیم بی ساره ابتدا اینجا در جلسه نبود، چون صحبتی از اون نیست، اما وقتی که بحث بچه شد آمد و تعجب کرد، از تعجب دست را بر پیشانی زد. عجب، ما بناس بچه داشته باشیم. الان متوجه شد دیگه اینا انسان نیست، اینا فرشتند. فاقبلت امرأته فی صرة، آمد همسر او بی ساره فی صرة، فی صرة یعنی در جیغ و فریاد، سر و صدا فریاد زد. فسکت وجهها یعنی چهره اش را زد. منظور از چهره چیه؟ ضربت باطراف اصابعها جبهتها، یعنی پیشانیش را دست زد. این از روی تعجب بود. بعضی از اینجا گفتن که پس عزاداری و ماتم و دست به چهره زدن این ثابت میشه از این حدیث. مگر مصیبتی برای ساره آمده بود یا خوشخبری؟ مصیبتی که نبود که عزاداری بکنه. لذا ما بخوایم احکام خودمون را از این نوع مسائل و از این نوع آیات اثبات بکنیم، خب مشخصه که جایگاه این احکام کجاست. لذا الله می فرماید وقالت عجوز عقیم، با تعجب گفت پیرزنی نازا هستم من. نه آیا یک پیرزن نازا به او بچه داده بشه؟ حتما بی ساره چند تا احتمال دیگه میداد، چون یکی از احتمالات این وقتی ابراهیم را گفتن که شما را خدا پسری میده، یک احتمال این بود که برو ازدواج کن تا خدا بهت پسری بده. یک احتمال دیگه اینه که از همین ساره خدا بهت میده ولی شما را خداوند جوان میگرداند. یک احتمال دیگه همینه که همینطور که هستید بدون اینکه زن دیگه بگیری، بدون اینکه جوان باش، همینطور پیر، تو 120 سالته اون 90 سالشه، نازا هم هست، خدا به شما میده. لذا اون پرسید همینطور که پیرزن نازا هستم؟ فرشتگان جواب دادن قالوا كذلك، جواب ملائکه قالوا كذلك، همچنین قال ربک، ربت گفته همینطور به شما فرزند میدم. انه هو الحکیم العلیم، همانا اون ذات حکیم است، اون میداند، حکمت دارد تو کارهایش و علیم میداند، ما نمیدانیم. فرشتگان میگن رب علیم و حکیم علیم، همین دستور صادر فرموده. بعد از اینکه ابراهیم علیه السلام از این مژده تمام شد، الان فرشتگان را میپرسد همین مسئولیت شما، مأموریت شما، یا مأموریت دیگه هم دارید؟ قال فما خطبكم ایها المرسلون، فما خطبكم ای فما شأنكم، ای فرستاده شدگان، شأن شما، کار شما، وظیفه شما دیگه چیه؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، همانا ما فرستاده شدیم به سوی قوم مجرم. قوم مجرم چیه؟ قوم لوط است. حضرت لوط برادرزاده سیدنا ابراهیم علیه السلام بود. لنرسل علیهم حجارة من طین، الله عز و جل می فرماید تا اینکه ما بفرستیم بر اونها حجاره، سنگریزهایی که اون از طین، از گل هست، سنگل به اصطلاح. الله عز و جل می خواهد که به اونها را سنگباران بکند و این سنگ ها مسومتا عند ربک،
نزد پروردگار نشانی شده است. مسومه را مفسرین نوشته معلمتا علی کل واحد منها اسم من یهلک به، بر هر یکی اسم هر کسی که هلاک بشه. یعنی بلا تشبیه امروز اون کار خدا بود، اینها کنترل شده هستند. امروزه بسیاری از کنم که موشک ها را وقتی که این ابر قدرت ها، اینهایی که تسلیحات پیشرفته دارند کنترل میکنند و هر نکته که بخواهند عیناً همون نکته، حتی میگه اگر داخل غار بخوام بزنند داخل غار میره میزنند. لذا اینها گفتن که اینها مسومه هستند، یعنی این سنگریزه مال فلان شخص، این مال فلان مجرمه، مال هر یکی مشخص شده و وقتی که میامد و به سرش میخورد اصابت میکرد یک حالت انفجاری پیدا میکرد، بدنش را له میکرد، آب میکرد. لذا الله میفرماید مسومتا عند ربک، مشخص شده بودن نزد پروردگارت، للمسرفین، برای مسرفین، برای متجاوزین، مشرکین. اما وقتی که فرشته ها آمدند و مأموریت خودشون را انجام دادند چیکار کردند؟ تفصیل داستان در انشاءالله سوره هود ما میخوانیم. الله میفرماید فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجات اصحاب لوط، من بیرون کردیم هر کسی که در آن روستا بود از مؤمنین. اما در آیه دیگه بود که غیر از این خانواده بیشتر نبود. خانواده خود حضرت لوط، دختران حضرت لوط بودند. همسر حضرت لوط که منافق بود، الله عزوجل میفرماید الا عجوزا فی الغابرین، یک پیرزنی اون باید اونجا بمانه، غیر از اون پیرزن بقیه باید بری شما. لذا فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، اون مؤمنینی که اونجا بودند همه را بیرون کردیم. چند خانواده بودن بقیه که هلاک شدند؟ اونایی که نجات یافتند. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، غیر از یک خانه از مسلمین دیگه خانه بیشتر ندیدیم. دیروز عرض کردم خدمت شما که ایمان و اسلام با هم دیگه تلازم دارن. این همون آیه هست که الله عزوجل به اهل یک خانواده، به اهل بیت یک خانواده هم مؤمنین فرموده و هم مسلمین فرموده. و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب العلیم. الله می فرماید در این واقعه، در این داستان ما نشانی گذاشتیم، آیه، درس عبرت، نشانی برای کسانی که بترسند از عذاب دردناک. چه نشانی بود؟ منظور اینه که در داستان قوم نوح عبرت، درس عبرته. نوشته مفسرین که چندین نشانی بود. یکی این که سنگهای سیاهی که بر اونها ریخته شد، اون سنگها هنوز اونجا هستند. اون منطقه تمام سنگهایشون با این سنگ بارانها فرق داره. این یکی از نشانات است. دیگه این که این روستا را الله عزوجل سرنگون کرد. آب سیاه و متعفنی که اونجا به عنوان یک اثر باقی ماند و اونجا منتشر شد، اون آب سیاه هم یکی از علائم. چنانچه الله عزوجل در آیات دیگر میفرماید خطاب به اهل مکه که شما هر وقتی که به سفرهای تو میرید مگر نمیبینید روستاها را؟ روستاهای صدوم بودن. وقتی که از مکه مدینه به طرف شام میرفتیم در مسیر بودند. لذا صحابه هم وقتی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم به تبوک رفتن برای جنگ تبوک، که تبوک در بخش شام بود، میفرمایند صحابی که ما از کنار این روستا رد شدیم، روستای صدوم اسمش. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود این محل عذاب است، از اینجا با سرعت تمام رد بشید. و صحابی میگه ما سری از اونجا رد شدیم. این آبهای سیاه
و سنگهای سیاه اونجا فراوان بود. لذا الله میفرماد این یکی از نمونه‌های عذاب. این عذاب برای کسانی که نپذیرفتند. عرض کردم 5 نمونه هست. این نمونه اول و نمونه دوم و فی موسی از اینجا شروع میشه که انشاءالله در درس فردا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پروردگارا اله العالمین بر ما لطف بفرما، بر ما ترحم بفرما. اله العالمین پروردگارا دنیا و آخرت ما را آباد بگردان از عذاب جهنم، از سختی های آخرت، از شدائد میدان محشر، از شدائد پل صراط و از همه مراحل سخت قیامت نجاتمون عنایت بفرما. پروردگارا دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. پروردگارا دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. ما را جز اهل سعادت بگردان، ما را جز اهل نجات بگردان. پروردگارا ما را از سختی ها و از شدائد و از مشکلات و از رسوایی دنیا و آخرت حفاظت بفرما، نجات بده. پروردگارا بر ما لطف بفرما، بر ما کرم بفرما، به ما توفیق بده از این آیات زیبایت که سراپا نور هستند، سراسر هدایت و روشنی هستند. به ما توفیق بده زندگی خودمون را با این آیات روشن بکنیم. به ما توفیق بده که ما مسیر درست را با این آیات بپیماییم. مولا به ما استقامت در دین نصیب بفرما، به ما ایمان کامل و دین کامل، رزق حلال و دنیای صالح نصیب بفرما. از ما راضی و خوشنود باش مولا و همیشه در راه رضایت ما را زنده بدار. اله العالمین خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. گذشتگان ما را به ویژه پدران و مادران ما را مغفرت بفرما و اله العالمین بقیه مشکلات مسلمین را حل بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان